کمک های ما از مرز $65,000 اندکی بیشتر شده و ما کوشش داریم که به سقف $100,000 برسانیم. 2 روزی که پیش روی داریم تصمیم میگیریم که این کمک ها چگونه به این 2 قشر برسه و از چه طریقه و شما رو هم در جریان میگذاریم. همین اکنون خب من یک شخص هستم. عزیزایی که با ما در این کمپاین اشتراک دارن که من چند روز گذشته نامه‌هایشان هر لحظه گرفتم، در موردشان پست داشتم، اونها هم هر کدامشان یک شخص هستن. شما هم یک شخص هستین. شما ولی همه اگر با هم یک جایی باشیم ما یک افغانستان هستیم. و اگر در یک لحظه یک افغانستان حرکت کنه، جانهای از دست رفته را نمیتونیم دوباره زنده کنیم، ولی باقی مشکلات حتی بهتر از چیزی که بود میتونیم ترمیم کنیم اگر خواسته باشیم. پس اشتراک کنین دوستا. هر کدام ما به سهم کوچکی که درش بگیریم اشتراک کنیم. این سهم‌های کوچک سهم‌های بزرگتر و بزرگتر هم میسازن. مثل که چند روز ما همیشه گفتیم که ما هر کدام ما مثل آب‌های کوچک هستیم که اگر در پهلوی همدیگه بریزیم این آب‌ها میره به آب‌های بزرگ تبدیل میشه و این دریا و بحر میشه. کمک کنین عزیزا. کمپانی را که ما راه اندازی کردیم لینکش در بایوی اینستاگرام ما هست، اونجا برین کلیک کنین. اگر اونجا نیافتین که من دار میافینش، لطف کنین برین در صفحه فیسبوک ما، اونجا پیداش میکنین. کمک کنین، اشتراک کنین، هم نفسی کنین، هم یاری کنین. افغانستان به شما، افغانستان به ما نیاز داره.